سلام با یه قسمت دیگه، یه دوشنبه دیگه در خدمت شما هستیم. قبل از هر چیزی ازتون تشکر میکنم که بیننده برنامه ما هستید. طبق معمول ما بحث‌های چالشیمون و دعوامون و نظرهای مخالف و موافقمون رو خواهیم داشت. لطفاً سابسکرایب کنید. این تنها کاریه که میتونید برای ما انجام بدید. سلام آرسام، به تو به میلاد جان سلام میکنم. به تمام طرفدارای میلان امیدوارم که کامنت بذارن بابت هر پادکستی که ما براشون ضبط میکنیم، که خیلی تاثیر میذاره تو روند کاریمون و ما میتونیم بهتر براشون پادکست‌های جذاب‌تر و قوی‌تری ضبط کنیم براشون. بچا میدونین اون لبخند ته فیس سهیل برای چیه؟ تیجانی ریندرز عالی بازی کرد. سهیل خیلی ازش طرفداری میکرد و من مخالفش بودم. عزیزم درسته، آره حق با شما بود. تیجانی ریندرز خیلی خوبه. منم گفتم تو لیگای معتبر تجربه بازی نداره. منظوری نداشتم. نمیخواد قد مغرورانه به ما نگاه کنی. لازمش داشته باشیم. ما خودمون نمیدیم. تیجانی عالی بود. اصلا من خودم به شخصه فکر نمی‌کردم یه همچین واکنشی نشون بدیم. تمام مدعیا برده بودن. اگر می‌خواستیم از کورس سهمیه هم عقب نیافتیم باید می‌بردیم بازی رو. و خیلی خوب ژیرو و پولیسیچ خیلی با هم دیگه هماهنگ بودن. من اصلا فکرشو نمی‌کردم اینقدر با هم دیگه هماهنگ باشن. دیاو خیلی تو حاشیه بود. حتی حمله ما عملاً دو نفره داشت فوتبال بازی می‌کرد. دیاو ساز خودشو می‌زد تو خط حمله. رندرز علاوه بر این که وظایفش که تو خط حمله است، یعنی یه هافک باکس تو باکس، علاوه بر اون هم وظایف دفاعی رو خیلی خوب انجام داد. یعنی همون چیزی که من چند وقت پیش گفتم، دید خیلی خوبی داره، میتونه حرکت بازیکن‌ها رو تشخیص بده. این هوش بالایی بازیکن‌ها میرسونه. یه صحنه بود تو بازی با بولونیا، قشنگ با مهاجم بولونیا مارک کرد از وسط زمین تا محوطه جریمه خودمون که نزدیک بود گل بخوریم. اگه اون فکرش نبود گل می‌خوردیم. یه دونه برچه است همیشه روی پیولی بود که من خودم یکی از کسایی بودم که اینو میگم و هنوزم میگم. آقا پیولی نمیتونه از بازیکن جوون بازی بگیره. پیولی نمیتونه با جوونا کار کنه. پیولی توان بازی گرفتن و کشف توانایی‌های بازیکن‌های جوون رو نداره. دکتلاره که حالا میگفتن پیولی نمیتونه ازشون بازی بگیره. پولیسیچ و رندرز رو دیدیم که تو بازی اول خیلی خوب بازی کردن، یعنی بهترین بازیکن‌های تیم بودن. رندرز یه پاس گل داد، کلی تو دفاع خوب بود. آره 100% آمار پاس سال مثلا چیز عجیب غریبی، اون 100% آمار در حد تونی کروس مثلا، یه همچین فکری. قطعاً وقتی که دکتلاره نمیتونه جواب بده توی تیممون، مشکل از پیولی نیست. اگر قرار بود جواب ندن که پولیسیچ و رندرز هم جواب نمیدادن. خیلی از تماشاگرها طرفدار میلان اینو دیدم که میگفتن دکتلاره هم میشه یه بازیکنی که ما حسرتشو میخوریم و اینکه حالا داره گل میزنه توی آتالانتا داره میدرخشه و ما حسرتشو میخوریم. رو کاغذ من حرف نمیزنم، این کاری به چی نداریم، آمار نداریم. تو فوتبالشو نگاه میکردی، یعنی یه آدمی بود که من خیلی هرس میخوردم وقتی تو زمینه فوتبالشو نگاه میکردی، اصلا گم بود. آقا کسی که داره با تیم تمرین میکنه، چه تیم اصلی باشه چه تیم ذخیره باشه، هر تیمش باید بتونه با بازیکن‌ها مچ باشه، باید تشخیص بده نحوه حرکت کردن لیاو رو، نحوه حرکت کردن ژیرو، نحوه حرکت کردن دفاع هافکای پشت سرش رو، اینا رو باید دیگه تشخیص بده. یعنی دیگه انقدر با تیم تمرین کرده که اینو تشخیص میده. آقا یک فصل کامل یا تمرینای یه تیم هم نگاه بکنه، میتونه تو بازی تشخیص بده که آقا لیاو احتمال 90% این حرکت رو انجام میده، ژیرو احتمال 80% اون حرکت رو انجام میده. بابا اصلا طرف تو باغ نبود، نمیدونه داره کجا فوتبال بازی میکنه، نه وظایفش رو میدونه، نه میتونست درست فوتبال بازی بکنه، نه میتونست خوب دفاع بکنه، نه میتونست خوب حمله بکنه. توی آتالانتا گل زده چون که ذاتاً تیم آتالانتا تیمیه که بازیکن‌ها رو میخره، آمار براشون ایجاد میکنه، آمار سازی خیلی حرفه‌ای انجام میده و با قیمت گزاف میفروشتش. هویبرگ 80 میلیون یورو فروختنش به منچستر یونایتد. رابین گوزنس اینتر که الان لیگ آلمان کلا دیگه، یعنی اینتر که کلا نیمکت نشین بود، نزدیک 30 میلیون یورو 40 میلیون یورو اینتر پول داد بابتش. یعنی از تمام خریدایی که ما الان انجام دادیم گرونتر اینتر پول داد بابتش و کلا رو نیمکت بود. یه گل نمیدونم دو تا گل بیشتر برای اینتر نزد. نکتهش اینه که آتالانتا آمار سازی میکنه، مثلا فصل قبل 48 تا گل خورده، 66 تا هم گل زده بود. 48 گل خورده بین تیمای اول تا دهم جدول سری آ بیشترین میزان گل خورده است. این نشون میده که تیم فقط داشته حمله میکرده. تیمی که 66 تا گل زده تو 38 تا بازی، خیلی آمار عجیب غریبیه که 7 گل تو هر بازی توی سری آ، تو بیای 66 تا گل بزنی بعد از اون بر 48 تا گل بخوری. یعنی چی؟ یعنی که تیم فقط داشته حمله میکرده. که بتونه 90 میلیون یورو 80 میلیون یورو مهاجمشو بفروشه به منچستر یونایتد. قطعا این مهاجم توی منچستر یونایتد همون نقطه گلی هم که توی آتالانتا زده نمیتونه بزنه، چون یونایتد روند بازیش متفاوته دیگه. این که داریم میبینیم دکتلاره داره گل میزنه صرفا به این معنی نیسته که دکتلاره بازیکن خیلی خوبیه الان آتالانتا داره ازش استفاده میکنه. نه، اصلا فوتبال آتالانتا این مدلیه که گل زیاد میزنه که بازیکناش بتونن راحت فروش بدن. تاکتیک تیمشون اینجوریه و اینجوری هم نیست که مثلا یه سری بازیکن هجومی داشتن. تو آتالانتا یه آمار جالبی که داره، همه توی تیم گل میزنن. دقیقاً داره آمارسازی میکنه. بارسلونا، رئال مادرید، منچستر سیتی، اینا هم تیمایی ان که خیلی گل میزنن تو لیگ. آیا آمار گل خوردهشون حتی نزدیک آتالانتا هم هست؟ تا یه تیم اینجوریه که 10 تا بازیکن حمله کنن، کلا دفاع ول شه، هر کی گل بزنه همون تعداد گل بهشون میزنی. قبول کن که خیلی غیر
منطقیه، یعنی اینو دیگه تو خودت قبول دوباره کن داری دیگه خیلی غیر تو منطقیه. دوباره داری چرا هر چیزی تو میگی منطقیه، هر چیزی من میگم غیر اینو منطقیه؟ اصلا اینا میگی که حرفاتو اینا قبول دارن ندارم. یعنی اینکه آمارسازی یه میکنن تیم که بازیکن بفروشن. 1.2 گل توی هر بازی، نه اصلا، من اصلا یعنی اینو از تحت هیچ شرایطی نمیتونم قبول بکنم. طرفدارا میبینن که دکتلاره داره گل میزنه توی آتالانتا، معنیش این نیست که دکتلاره بازیکن خوبیه، دکتلاره بازیکنیه که ما از دستش دادیم و داریم حسرتش رو میخوریم. معنیش اینه که بابا آتالانتا کلا همین شکلیه. یعنی یعنی در یه تیم مورد 11 تا بازیکن شاید گاسپرینی داره بازی میگیره، چندین فصل هم هست واقعا تیم رشد کرده، یه تیم خیلی خیلی معمولی تبدیل به یه تیم واقعا رقابتی قدر شده. اصلا حرفای تو کاملا درست. آتالانتا تیم خوبیه، داره خوب نتیجه میگیره، داره خوب فوتبال بازی میکنه، من کاری ندارم به حرفات. نمیشه با آمار این مدل تیم‌ها استناد کرد و بازیکن ازشون خرید و بگیم چون که توی آتالانتا خیلی خوب گل زده بازیکن خوبیه و الان ما باید بخریمش، وای الان میاد 20 گل برامون میزنه. نه، استعدادیاباشون میان مور از ماست میکشن بیرون، هزار تا چیزو بررسی میکنن، یه نفرم بررسی نمیکنه، یه تیم هستن. اسکاماکا بازیکنی بود که فصلی که ما قهرمان شدیم آقای گل سری آ شد، بازیکن ساسولو، که یه جین تیمای اروپایی هم دنبالش بودن. آخرش هم رفت کجا؟ وست هم، لیگ انگلیس. به قول خودت آنالیزور داره، استعدادیاب داره، مربی داره، کادر فنی داره. اسکاماکا تو فصل قبل تو لیگ انگلیس چند تا بازی کرد، چند تا گل زد. همین یعنی یه مثال نقض برای تمام حرفایی که زدی. با نظرت مخالفم، شاید یه بخش‌هایی از حرفا درست باشه، ولی اینی که به عنوان یه فکت مطرحش می‌کنی رو اصلا قبول نمی‌کنم. به نظر من خرید کردن از این مدل باشگاه‌ها، یا بهتره بگیم استناد کردن به آماری که یه بازیکن تو این مدل باشگاه‌ها داشته، نمیگم غلطه نه، ولی بخش خیلی زیادیش غلطه. مثلا همین آندرا کونتی که ما از آتالانتا گرفتیم الان داره کجا فوتبال بازی میکنه؟ بازیکن جوونی هم بود، الان فکر کنم 26 7 سالش بیشتر نیست، الان داره کجا فوتبال بازی میکنه؟ تو اوج فوتبالش داره کجا فوتبال بازی میکنه؟ اسکاماکایی که رفت وست هم کلا اصلا 4 5 تا بازی بیشتر برای وست هم انجام نداد، آخرش هم مجبور شد دوباره بیاد ایتالیا، یعنی آتالانتا بخرته. این بحثاست که باعث میشه یه ذره در مورد اینکه سبک بازیشونه یه تفکر بکنیم که نه اینجوری نیست به نظرم. من یه صحبتی که حالا خیلی دوست دارم در موردش با تو صحبت کنم، از اونجایی که تو اصلا شبیه من فکر نمی‌کنی، منم شبیه تو فکر نمی‌کنم، جالب میشه. ببین ما خیلی هزینه کردیم این فصل، ولی داستان اینه که ما 10 تا بازی اول تیممون جز ناپولی با تمام تیم‌های قوی سری آ بازی کنیم. آقا چقدر این 10 تا بازی تو سرنوشت پیولی تاثیر داره؟ مدیریت میاد به این قضیه فکر میکنه که آقا این 10 تا بازی سخت پیولی اگر مثلا نتیجه نگرفته باشه بازم بهش فرصت میدم، یا من اصلا بهش فرصت نمیدم، اگر ایشون نتیجه نگیره باید بره. اگر جواب نده من حس میکنم احتمال 70-80% پیولی میذارن کنار. مدیریت هزینه خیلی زیادی کرده و اصلا یعنی ببین، حالا من پادکست قبلی هم گفتم احتمال اینکه سهمیه نگیریم وجود داره، احتمالش هم خیلی بالاست و اصلا هم مدیریت دوست نداره که سهمیه نگیریم و حداقل سهمیه رو میخواد. و توی این 10 تا بازی کاملا مشخص میشه که پیولی میتونه سهمیه این فصل رو بگیره یا نمیتونه سهمیه این فصل رو بگیره. و اگر نتونه سهمیه این فصل رو بگیره، به نظر من یه مربی که قراره بیارن و 3-4 سال روی تیم کار بکنه، خب یه نیم فصل زودتر میارنش، 4 سال تو تحویلش میدن، اون فصل رو فدای این میکنن که اون مربی بتونه فصل بعد بهتر نتیجه بگیره. و حتی اگر نتیجه هم بگیره، من یه حسی میکنم که شاید مثلا آخر فصل بخوان برکنارش بکنن، یه مربی بیارن ایتالیایی نباشه حداقل. دو تا موضوع رو من بگم. اول آقا نتیجه گیری رو از 10 تا بازی چی میدونی؟ ببین نگاه کن، یه نتیجه معقول، یعنی که آقا تو با تیمای بزرگی که داری فوتبال بازی میکنی همه رو نبازی. حالا مثلا اگر از اینتر میبازی با یوونتوس مساوی بکن، رومو ببر. و اینکه به نظر من توی این، حالا به طور کلی بگیم، روند 10 هفته ابتدایی فصل اگر ما بتونیم رتبه‌های اول تا چهارم رو داشته باشیم خیلی خوبه. ببین یعنی رتبمون خیلی بعد از این 10 تا بازی مهمه. میدونی شاید آره. مثلا ما 10 تا بازی رو مساوی کنیم، اینجوری میشه ما نباخت ولی 10 امتیاز گرفتیم. ممکنه 4 تا بازی رو 4 تا بازی رو ببازیم ولی خب 6 تا رو ببریم و نتیجه تیم دیگه خیلی مهمه. مهم اینه که ما چندم جدول باشیم، یعنی اصلا مهمه تعداد گلی که زدیم، گلی که نزدیم، اصلا هر چیز اینا رو بذاریم کنار، آقا چندم جدولیم. اگه اول تا چهارم جدول بودیم به نظر من پیولی بمونه تا آخر فصل هم بمونه، ولی اگر رتبه‌های هفتم هشتم جدول بودیم یه تجدید نظری باید بکنن تو موندن یا نموندن. من دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم، گفتی اول تا چهارم، خواستم یعنی پنجم شد بفرستیمش بره. نه ببین نگاه به نظرم اول تا چهارم اگر باشیم بعد از این 10 تا بازی نتیجه خوبیه. اگر پنجم و ششم باشی نتیجه متوسطیه، آره میتونیم جبران کنیم. ولی اگر رفتیم تو رده هفتم هشتم میشه فاجعه. ما فصل قبل پیولی رو نگاه می‌کنیم، ببین
تو تیمو قهرمان کردی توی سریا، کاملا قابل احترامه، کاملا تیم خوبیه، همون کاری که رانیری با لستر کرد، تیمو قهرمان پرمیر لیگ کرد. عجیب غریب بود، ولی فصل بعدش تا نیم فصل رانیری رو نگه نداشتن، اخراجش کردن. ببین لستر قطعا هیچ وقت قهرمان پرمیر لیگ نمیشد، هیچ وقت. یعنی الان که رفته دیگه چمپیونشیپ، یعنی رانیری یه کار خیلی بزرگ کرد، سطح توقع رو خیلی برد بالا و اون اتفاق براش افتاد. دقیقاً چیزی که من الان دارم میبینم اینه، پیولی باید تا قبل از اینکه سری آ رو ببره اسکوادش ستاره نداشت، ولی الان در حال حاضر اینایی که دارم میگم و امیدوارم که قبول داشته باشی. تو هرناندز یکی از بهترین فولبک‌های چپ دنیاست. رافائل لیائو رو داریم که جزو حالا تاپ 5 وینگرهای چپ دنیاست. الیویر ژیرو رو داریم که یکی از بهترین فینیشرهای قدرتمند دنیاست. یعنی بخوای مثال بزنی 4 5 تا بازیکن با قدرت و توانایی ژیرو داشته باشی که بتونه این مدلی توپا رو تموم کنندگی داشته باشه. بوده اینو ثابت کرده. مایک مانیان رو داره به عنوان بهترین دروازه‌بان دنیا، یعنی تو تاپ 5 هم نیست، نمبر 1 مایک مانیان بهترین دروازه‌بان دنیاست. نمبر 1 نمیشه گفت ولی تو تاپ 3 هست. ولی از اونجایی که نمیخوام به عنوان یه تریبون عمومی نظر مثلا احساسی بدم، میگم که تو تاپ تیریه. اینو میخوام بهت بگم، پیولی الان یه ترکیبی در اختیارشه که تقریبا بهترینای دنیا تو ترکیبشه، نصف ترکیبشه، تقریبا نیمی از ترکیبش جزو بهترینای دنیا اند داخل ترکیبشه. و فصل قبل اون مدل نتیجه گرفته. نمیشه اینجوری گفت. نمیشه اینجوری گفت. نگاه پیولی بازیکن‌های خوب داره ولی نمیتونم بگم نیمی از ترکیبش جزو مثلا بهترینا هستن یا بهترینای دنیا توش هستن. تونالی، بن ناصر اینا بازیکن متوسطی نبودن. آره اینا خوب بودن. خب دیگه پس نگو متوسط بودن. بازیکن خوب رو به عالی داریم، بقیه‌شون متوسط، یعنی نصف ترکیبش بازیکن عالیه. ما فصل قبل 5 تا 6 تا بازیکن خوب داشتیم، بقیه ترکیب مثلا اون 4 5 نفر دیگه افتضاح. وینگر راستمون که افتضاح، یعنی تعطیل، یعنی هیچی در موردش اصلا نمیشه صحبت کرد. بالابریا 4 تا بازی خوب، 2 تا بازی افتضاح. خط دفاعیمون هر دفعه تغییر و اینا، آره اینا رو به طور کامل من باهات موافقم، ولی اینا هیچ کدوم دلیل درستی نیسته که پیولی از نظر فوتبالی یه سری آ بشه پنجم. خب این یعنی که آقا پیولی خوبه، پیولی عالیه، ما رو قهرمان سری آ کرده، ولی چیزی که فصل قبل ازش دیدیم مگه اینکه بتونه این فصل جبرانش بکنه، حالا مدیریت بهش فرصت داده و اینا، مگه اینکه بتونه این فصل جبرانش بکنه، ولی چیزی که من از فصل قبل پیولی دیدم دیگه به درد میلان نمیخوره که تو این همه بازیکن خوب داری. ببین اسکواد ما از لاتزیو که دیگه بدتر نبوده، میگیم از اینتر و ناپولی و یوونتوس و روم هم حتی آقا میگیم بدتر، پایین‌تر بود. لاتزیو که دیگه ما بدتر نبودیم دیگه، ولی میای از لاتزیو 4 تا میخوری، هیچ حرفی برای گفتن نداری. بازی خیلی بازی عجیبی بود. برات عجیب و غریب. مربی وظیفه‌ش اینه که بازی عجیب و غریب نشه دیگه. من اپیزود قبل اصلا به خود تو انتقاد کردم و چقدر ما جدا از پادکست با هم بحث کردیم سر قضیه. من به جد میگم اصلا هیچ چیزی یعنی یه دونه بهونه وجود نداره. ما یک دونه بهونه برای آقای پیولی نداریم که این فصل تو تاپ 4 باشه، حتی یک دونه. آره. یعنی اصلا نگاه اگه نصف اسکوادم مصدوم بشن، حتی نصف اسکوادم مصدوم بشن، ایشون بهونه نداره که بگه من چون اسکوادم مصدوم شد فلان میکنم. اصلا پیولی تنها بهونه‌ش بود که بازیکن‌ها رو من انتخاب کردی. بازیکن‌ها الان داری. هر چیزی که بوده الان داری. این فرصت رو در اختیارش گذاشته. یه فرصت حداقل ما بخوایم بگیم که نزدیکش 10 هفته‌ایه، طولانی یک فصله، در اختیارشه. این 10 هفته باید صدشو بذاره، یعنی فرصت خیلی بزرگی در اختیارش گذاشتن. به قول خودت بازیکن‌ها رو سر تایم خریدن، بازیکنایی که می‌خواسته خریدن، ترکیبو کاملا تقویت کردن. یعنی هیچ بهونه‌ای دیگه نداره. حالا میگه بهونه مهاجم نوک، ژیرو هست و کافور هم هست. یعنی تو اگر مهاجم نوک هم براش نخرن، بهونه اینو تو 2 تا مهاجم داری. خوبه. یعنی اصلا جدا از اونا لیائو توانایی بازی تو پست مهاجم نوکو داره. اصلا تو الان با این وضعیت خط حمله بازیکنای خوب داری، اصلا میتونی بدون مهاجم نوک بازی کنی. نه جدی میگم. دقیقاً میتونی چوکو، پولیسیچ و لیائو رو همزمان بازی بدی، پولیسیچ نوع کاذب بشه اصلا. هرچند که گفتن یه مهاجم نوک تخصصی خریداری میشه و اخبار ایرانی ها ما زخم شدیم. خدا رو شکر آسل رازون رفت روم، خدا رو شکر با 8 میلیون رفته روم، بعد اخبارش که میومد برای میلان گفتن با 30 میلیون. آقا چرا؟ خدا. بعد الان سنش فکر کنم کمتر از تارمیه، 28. تارمی با 31 سالشه. بعد چرا ما باید برای بازیکن 31 ساله 30 میلیون یورو پول بدیم؟ خب ببین نگاه کن، الان ما کلی خرید جدید داشتیم، اکثرا هم جوون هستن. خریدایی بودن که مثلا خود پیولی هم روشون نظارت داشته. پیولی بازیکنایی که با فلسفه‌اش همخونی نداشته باشن اصلا نمیتونه ازشون بازی بگیره. یعنی یه سری از بازیکن‌ها بهترین بازیکن‌ها رو هم بهش بدی، مثل هاوگه که چند وقت پیش بود تو میلان، بازیکن خیلی خوبی بود، یعنی یه بازیکنی بود که هر دفعه که اومد توی زمین به درد می‌خورد برامون، ولی با
با فلسفه پیولی که حالا اون فلسفه خاص خودشو داره، حالا تو تمرینات میبینه بازیکن‌ها رو همخونی نداشت. یاسین عدلی بازیکن واقعا بازیکن خوبیه. اون تایمی که ما نیاز به هافک تهاجمی داشتیم و نداشتیم هافک تهاجمی، ابراهیم دیاز بود و دکتلاری که بعد فوتبال بازی میکرد، یاسین عدلی هم حتی بازی نمیکرد. یعنی پیولی حتی نمیخواست که این بازیکن رو هم بازی بده. پیولی اگه بازیکنی که با فلسفه‌اش هماهنگی داشته باشه، مخصوصا خریدای جدیدم که کلا همش زیر نظر خود پیولی اتفاق افتاد که آیا خرید بشه خرید نشه و اینا، به نظر من در مورد این بازیکن‌های جدید نه، پیولی میتونه ازشون بازی بگیره چون که به فلسفه‌اش خیلی نزدیکن. همونطور هم که توی بازی هم دیدیم خیلی خوب ازشون بازی گرفت و اتفاق خوب بود به نظر. توی مصاحبه هم گفته بود من به مثلا کادر فنی گفتم بازیکنی با این قابلیت ها لازم دارم و وقتی من بازیکنی با قابلیت ها لازم دارم نرید برای من مثلا فلان ستاره بگیرید، همون بازیکن با همون قابلیت رو بگیرید. خیلی تاکید داشت روی این تواناییایی که توی تیمش نیاز داره و چیزی که از بازیکن میخواد و اعلام کرد که خب این سری اون بازیکن‌هایی رو که من میخواستم گرفتن و با اون تواناییایی که من نیاز دارم. ولی خب ما پیش‌فصل دیدیم که نتونست اصلا از اینا بازی بگیره و کمابیش میدیدیم که چقدر بد بود پیش‌فصل برای ما. پیش‌فصل درسته ما گفتیم برای باختن هم نیست، ولی خب برای اینه که بازیکناشو بشناسه. شاید که پیولی این کارو کرده، اصلا مثلا شل گرفته که فقط ببینه توانایی‌هاشون در چه حده. دو تا از جوونا خیلی خوب بودن، بعد از یه طرف دیگه ما دیدیم یه سری از بازیکنامون که خوب بودن فقط افت کردن. یعنی من حس می‌کنم که توی تیم یه اتفاقی افتاده، تمرکز از روی سری چیزایی که قبلا نقطه قوت ما بود برداشته شده. یعنی تمرکز رفته سمت نقاط ضعف ما، نقاط ضعفی که فصل قبل داشتیم، حتی هافبکمون، سمت راستمون. نقاط قوتمون چی بود؟ خط دفاعیمون. حالا اونا ضعیف شدن. خب لیاو همیشه بازیکنی بوده که نوسان داشته تو طول فصل. یه جایی موتورش روشن میشه و مثلا اون قول معروف زهر خودشو میریزه و تاثیر خودشو میذاره و بازیکنی که واقعا میشه روش حساب کرد. یعنی بازیکنی که میتونه با یه حرکت انفجاری یا خود سرنوشت یه لیگو عوض کنه. این خیلی مهمه در مورد لیاو. یعنی بازیکن با این توانایی‌ها رو ما تو فوتبال روز دنیا خیلی کم داریم. ولی خب دیدیم که این بازی خوب نبود. دیدیم که خط دفاعی همون جوری که تو پیش فصل بود واقعا بد بود. یعنی اینکه ما گل نخوردیم مدیون شانس و مایک منیان هستیم. شانس، خط هافکی که خوب داشت پرس می‌کرد، به جز کرونیچی که یولی خیلی علاقه داره نگهش داره، بقیه خط هافکمون خیلی خوب بازی کردن. یعنی کرونیچ افتضاح بود و رندرز و لوفتوسچیک هم بالا نه، ولی رندرز انقدر خوب بازی کرد که باعث شد گل نخوریم. یعنی به نظر من دیگه دلیل اصلی گل نخوردنمون هم این بود. منیان هم که خیلی خوب بازی کرد و خط دفاعی که اصلا با هم دیگه هماهنگ نیستن. 4 نفر توی خط دفاع هیچ کدومشون با هم دیگه هماهنگ نیستن. بازیکنایی که حداقل 3 فصل دارن پیش هم دیگه فوتبال بازی میکنن. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ من حس میکنم که توی تغییر تاکتیکی که پیولی داره انجام میده توی تیم یه سری وظایف متفاوت رو به خط دفاعی داده. مثلا توی بازی کالابریا کاملا مشخص، این اصلا کلا داره با یه نقش متفاوت تری بازی میکنه نسبت به فصل‌های قبل. این اصلا من یه چیزایی رو از خط دفاعی میبینم که اصلا شاخم در میاد. آره، در مورد خط دفاعی که حالا اصلا کالابریا که کلا همین مدلی فوتبال بازی میکرد و همین بازی هم دیدیم خیلی فضا میداد به بازیکن‌های حریف. یعنی اگر یه تیم قدرتمندتر بود، یه تیمی که بازیکناش قوی‌تر بودن، میتونستن خیلی راحت گل بزنن بهمون. حالا بولونیا خیلی بازیکنای پرعتی و از نظر فکری که بخوان سریع پاسا رو بدن و اینا نداشت. اگه مثلا یه تیمی مثل اینتر، یوونتوس اینا جلومون بودن، مدعیای کسب سهمیه حداقل جلومون بودن، قطعا گل می‌خوردیم. بحث تیم نیست سهیل. اگر یه سری مهاجم واقعا تموم کننده خوب بودن، آره قشنگ گل بود که اصلا یه صحنه کالابریا، یعنی من قشنگ دیدم اون صحنه‌ای که حالا رندرز با بازیکن بولونیا داشت میرفت تو محوطه جریمه. نمیدونم چرا کالابریا اومد نزدیک رندرز و بازیکن بولونیا در صورتی که یه بازیکن پشت سرش بود. من همینو دارم میگم. من حس میکنم وظایف دفاعی متفاوت شده. خیلی خط دفاع اون وضعش خیلی خرابه. یعنی قشنگ میتونیم راحت ضد حمله بخوریم. تیمی که تو ضد حمله سریع باشه، بازیکن سریع داشته باشه، راحت میتونه کارمون رو چند روز پیش که از هوادارا ویتولو رو جلوی کازا میلان دیده بود، گفته بود که نظر خریدا تموم شده. با یه لبخند گفته بود نه، یه سورپرایز داریم تو خط حمله. و من داشتم میگفتم که خب کاش که هنوزم نیاز داریم خط دفاعی بازیکن داشته باشیم و تنوع داشته باشیم توی بازیکن‌ها. شما نگاه کنی بازیکنی مثل توموری اومد توی تیم، فوری فیکس شد، خیلی هم خوب عمل کرد. الان افت کرد، خیلی افت کرد. بعد الان کسی هم نداریم جایگزینش کنی. واقعا اگر بره بیرون و ببینی یه بازیکن میاد که خوب بازی میکنه، به خودش میاد. میدونی که اگر بد بازی کنه، اگر فیکس نباشه، تیم ملی رو هم خیلی راحت از دست میده. پس بعد خودش نشون بده. الان سمت راست ما نگاه کن، یه جوری رقابتی شده که تو دیگه خیالت راحته. میدونی کسی که اونجا هست خوب عمل میکنه، چون اگه عمل نکنه 2 نفر
دیگه هستن که از خداشون بیان اونجا وایسن بازی کنن و بهتر هم فوتبال بازی میکنن. یعنی اگه خوب بازی نکنه بهتر. دقیقاً همین رافالیو اگر دو تا بازی خوب بازی نکنه پلیسیچ میاد سر جاش وای میسته و پلیسیچ هم دیدیم خوب بازی کرد. به من باشه که من به همون اولم گفتم پلیسیچو بازی میدم به جای لیاو. خدا شکر بتونی. آره. ولی نه جدا بازی با بولونیا اصلا خیلی بد بود، یعنی به حدی بد بود به این دارم فکر میکنم آخر فصل بتونیم با یه مبلغ خیلی بزرگی بفروشیمش. به نظر من بهتر میتونه باشه تا اینکه نگهش داریم. تیم 10 نفره داشت فوتبال بازی میکرد، داشت برای خودش فوتبال بازی میکرد، توپ میرسید بهش دریبلای اصلا بیجا، خیلی راحت تو میتونی پاس بدی بیشتر موارد، ولی دریبل میزد. این باعث میشه به نظر من با یه بازی نمیشه بگی خیلی زوده که آره الان بگی نه با یک بازی نه با یه بازی نه. این روند فصل قبل، روند این فصل، روند دو فصل قبلش و اینا رو دارم میگم به طور کلی. دو فصل گذشته خب دو فصل گذشته تاثیرگذارترین بازیکن تیممون بود. بازیکن تیممون به این دلیل بوده که ما تو خط حمله فقر بازیکن داشتیم، ما بازیکن نداشتیم تو خط حمله. فصلی که قهرمان شدیم بهترین بازیکن سری آ شد. 10 هفته آخر فوق العاده بود. یعنی ببین این بازیکنیه که او میتونه تو 10 هفته یه تأثیری توی تیم بذاره که همون 10 هفته سرنوشت تیم تو تعیین کنه. از روزی که اومد توی میلان این نوسانه رو داشت، هنوزم داره، فصل قبلم داشت. فصل قبلم یه جای دیدی خیلی بهش ایراد میگرفتن، بهش انتقاد میشد، ما اصلا گل نزد. یعنی اینجوری نیست که بفروشیمش. این بازیکنی که میتونه مخصوصا الان که ما تنوع تاکتیکی داریم تو خط حملمون و تنوع بازیکن داریم توی خط حملمون. در مورد اوکافور خودت صحبت کردی، مفصل گفتی اوکافور استارت انفجاری میزنه فلان میکنه. لیون دقیقاً یکی مثل اوکافوره، با کمتر در خدمت تیم بودنه. اوکافور بیشتر در خدمت تیم تا لیاو. ببین اصلا تو لازم نیست همه بازیکن‌ها در خدمت تیم باشن، بعضی وقتا یه بازیکنی خب به هر حال اونم در خدمت تیم داره بازی میکنه ولی با سبک متفاوتی. مطمئن باش، من قبلا اینو گفتم، من مطمئن باش اگر که شما میبینی یه بازیکن دریبل میزنه میره خودش خودخواهانه ضربه آخر رو میزنه، خیلی وقتا پاس نمیده، خیلی وقتا هم کاتبک میده بقیه گل میزنن. به کراس فصل قبل این کارو کرد. ولی وقتی میبینی چه اتفاق داره میفته مطمئن باش مربی از این بازیکن خواسته. در مورد لیاو من یه چیزی بگم، خودت هم گفتی این بازیکنی که سینوسیه. من خیلی بازیکن سینوسی، به نظر من بازیکن سینوسی خیلی خوب نیست. یعنی ما میتونیم آخر فصل هولوش 120 130 میلیون یورو بفروشیمش، دو تا بازیکن تاپ بخریم برای خط حملمون. یعنی دو تا بازیکنی که نه سینوسی ان نه مشکلی بابت اینکه تیم ورکی کار بکنن دارن و خیلی راحت خط حملمون رو بیمه بکنیم. در مورد سمت چپش نمیگم لیاو بازیکن بدیه، ولی میتونیم از فروشش بازیکن خیلی بهتر از لیاو رو هم داشته باشیم. نمیدونم، من با نظر خیلی موافق نیستم. ببین 100% مخالف نیستم ولی ترجیح میدم در موردش نیم فصل صحبت کنم. این داره یه چند بازی باید بگذره ببینیم اصلا اگر این چیزی که تو داری در مورد رافالیائو میگی، اگر که لیاو با این کیفیت بدی که بازی اول ازش دیدیم فصل رو ادامه بده، مطمئن باش نمیتونیم 130 میلیون بفروشیمش. دقیقاً، یعنی مشکل الان همینجاست. اگه هم خوب بازی کنی که 130 میلیون بخوان بخرنش، خب چرا بفروشیمش؟ نه نکته اینه، ببین بازیکن سینوسی همین جوریه، یعنی تو نمیتونی روش تگ قیمتی مشخص بزنی، نمیتونی بگی که ما میتونیم بفروشیمش نمیتونیم بفروشیمش. مشکل اصلی اینه مثلا فصل قبل که میگفتن لیاو رو بفروشیم خیلی بد بود، بعد مثلا یه مقاطعی خیلی خوب بود. خب تو نمیتونی این بازیکن رو بفروشی. حتی اون تیم یه تیمی مثلا 130 140 میلیون یورو چه تیمایی میتونن پول بدن؟ منچستر سیتی، رئال مادرید، یونایتد، پی اس جی، این مدل تیم‌ها دیگه میتونن پول بدن. الهلال، النصر، الاتحاد، قطعا لیاو اونجا نمیره. حالا نمیشناسه شخصیت نمیره. مثلا نیمار رفته چرا لیاو نره؟ بازیکن‌های آمریکای جنوبی خب این یه خصیصه رو دارن تو خودشون که پول زیاد و خیلی دوست دارن. ولی تو رونالدو هم که دیگه اینجا دیگه جایی نداشت، یعنی حداقل تو اروپا دیگه نمیتونست فوتبال بازی بکنه دیگه. بازیکن‌ها دارن میرن. نگاه کن عربستان الان از نظر هزینه از سری آ بیشتر هزینه کرده. نزدیک پرمیر لیگ هزینه کرده و با این وضعیت اونا 2 میلیارد و 200، لیگ عربستان 700 و تقریبا 50 60 تا، سری آ 700 و مثلا با 10 تا اختلاف. از این میگم اگه دوست داره بره عربستان، خب بره عربستان، چه کاری؟ ما پول می‌خوایم. چه تیمایی مثلا حاضرن هر چقدر پول بدن؟ میگم الان فوتبال به یه مرحله رسیده که تیم‌های عربی مثل آب خوردن میان پول میدن، واقعا مثل آب خوردن میان پول میدن، پول خیلی زیاد. بعد اومدن یه درخواست هم دادن که ما رو بیارید توی چمپیونز لیگ. چمپیونز لیگ. حالا نکته اینه، نه الان نکته اینه اگه یوفا به نظر من که قبول میکنه، حالا انقدر فساد داخل یوفا هست که قبول میکنه، وقتی قبول بکنه خب تیمی که نه فری پلی مالی داره و نه مالک مشخصی داره، اون مالکشون دولته، اصلا مالک مشخصی نداره، فری پلی مالی ندارن، اینا رو چجوری میخواد تو اروپایی که الان میلانو به خاطر فری پلی مالی کلی دارن اذیت میکنن؟ قانون فری پلی مالی میاد میگه آقا تو مثلا اینقدر هزینه کردی، بعد مثلا به جریمه چه از لیگ قهرمانان هست چی، از فلان هست چی، از لیگ اروپا هست چی، کلی جای تو جریمه در نظر میگیرن. حالا تو اینا
اینا رو از سر گذروندی، کلی سال طول کشته تیم تو دوباره بتونی جمع بکنی، دوباره بیای با 1000 تا مکافات، با 1000 تا بدبختی یه تیم رقابتی بسازی که بتونی دوباره بری با این تیمای نفتی و تیمای دیگه، تیمایی که کلی درآمد داشتن. حالا همه این رقابت‌ها شروع شده، رسیدی، داری خودتو میرسونی، داری دست و پا میزنی که بیای دوباره بالا خودت نزدیک قله کنی. عربستان میاد، یه کشوری که هیچی توش معلوم نیست، یه چنین کشوری با یه چنین لیگی که اومده همینجوری فقط 140 میلیون یورو اینا پول خرج کردن امسال، اندازه سری آ، یعنی 10 میل اختلافشون با سری آ بوده. قشنگ اینجوری یه شمشیر فرو کردن تو مغز من که چی ما بیان تو چمپیونز لیگ، یعنی ما تمام اینایی که گفتم به کنار، حالا تو حساب بکن ما بعد با عربستان و یه مش تیمای بی‌در و پیکر که فقط پول معلوم از کجا اومده به اینا تزریق شده با اینا رقابت کنیم. بعد پس فردا اینا میان تو چمپیونز لیگ، همه بازیکن‌ها با سر قراردادهای نامعلوم، پیشنهاد 6 تا ماشین، آقای نیمار گفته من یه چیزا بنتلی میخوام یا آی ام جی میخوام یا فلان میخوام، اینا رو بهم بدید، یه قصر بهم بدید، یه ال بهم بدید، هواپیما خصوصی بهم بدید. اینا تو قرارداد نمیاد که اینا قانون اسلامیه، هبه کردن، هدیه کردن. نکته اینه، یعنی اگر بگیم که حالا نه تو قهرمانان نمیتونن بیان، نه، به نظر من یوفا بسیار تا بسیار سازمان فاسدیه، اینو دیگه هممون قبول داریم دیگه. یعنی از سری آ هم فکر می‌کنم خیلی بیشتره. قطعا اگر عربستان پول خوبی به یوفا پیشنهاد بده این گزینه رو بررسی میکنه، چون که میدونی چیه، عربستانیا یه تهدید دیگه هم کرده بودن، گفته بودن اگر قرار باشه ما تو لیگ قهرمانان نباشیم پروژه سوپرلیگ رو کلید میزنیم، یعنی با رئال مادرید و بارسلونا همکاری میکنیم پروژه سوپرلیگ. یوفا از اون پروژه خیلی بیشتر از عربستان میترسه، احتمال خیلی زیاد قبول بکنه یه دونه تیم عربستانی بیاد، برای اینکه حالا این قوانین فری پلی مالی یا باشگاه اروپایی اعتراض نکنن، یا قوانین رو به طور فرمالیتی رو تیم عربستانی اجرا میکنن، یا اینکه نه قوانین رو یه مقداری تعدیل میکنن که تیم‌های اروپایی هم بتونن هزینه بکنن، ولی اصلا توانایی رقابت با تیم‌های عربستانی رو ندارن. حداقل تیم‌های لیگ ایتالیا این توانایی رو ندارن باشون رقابت بکنن. نه تیم‌های لیگ ایتالیا عزیز من، یعنی تو حساب بکنی تو کل 5 تا لیگ معتبری که اسم میبریم تقریبا میتونم بهت بگم شاید 5 تا 6 تا تیم هستن که توان رقابت دارن از نظر مالی، رقابت داشته باشه. دقیقاً از نظر مالی بحث تاکتیکی اصلا یه بحث جداه. قطعا اگر بیاد توی اروپا از نظر تاکتیکی هم میره بر سطح همون اروپایی‌ها میشه. تو وقتی کلی ستاره داشته باشی چرا از نظر تاکتیکی در سطح اروپایی نباشی؟ خب ببین یه چیزایی هم هست، تو بالاخره که 24 تا بازیکن که از اروپا نیوردی، پی اس جی تو اروپا چیکار میکنه دقیقاً یعنی یه بازی خوب از پی اس جی برای من تو اروپا نام ببر که مثلا پی اس جی یه کار خاصی کرده باشه. یعنی صرفا پول نمیتونه به تو تضمین بده که تو یه فوتبال خوب تو زمین ارائه بدی. چرا میگن فلان تیم شخصیت قهرمانی نداره؟ چرا میگن فلان تیم شخصیت اروپایی نداره؟ یه چیزایی برمیگرده به تاریخ باشگاهه، یه چیزایی برمیگرده به اون ذهنیت برنده تو. یعنی تو وقتی وارد باشگاه میلان میشی اتوماتیکوار به این فکر میکنی که یه باشگاهی بوده که همیشه تو اروپا مطرح بوده، تو ایتالیا یه باشگاه معمولی بوده، یعنی تو تاپ 4 و تاپ 5 بوده ولی هیچ وقت تو قله نبوده، چون تو ایتالیا همیشه یوونتوس بوده، ولی تو اروپا بهترین باشگاه ایتالیایی بوده، تو تاپ 3 بهترین تیم‌های اروپایی بوده. یعنی تو از لیگ عربستان حالا اگرم اومدی تو فقط تنها کاری که میکنی کیفیت چمپیونز لیگو میاری پایین، هم کیفیت چمپیونز لیگو میاری پایین، همین که اصلا قوانین خودتو نقض میکنی. یعنی یکی از جنجالی ترین قوانین تاریخ فوتبال رو وضع کردی، فری پلی مالی که هیچ تیمی نمیتونه خرج بکنه، تیم‌ها رو به خاطرش محروم میکنی، تیم‌ها رو به خاطرش امتیاز ازشون کسر میکنی، جریمه مالیشون میکنی، بعد یه تیمو برداری بیاری که اصلا چیزی به اسم فری پلی مالی تو چارچوب این تیم تعریف نشده، یعنی این تیم اصلا فروشی نداشته که انقدر خرید داشته باشه. سهیل ما قانون داریم که آقا پول فوتبالی باید باشه یا اینا پول دولتیه، اصلا پول دولتی و کمک دولتی به باشگاه‌های فوتبال اصلا ممنوعه. الان مشکل فوتبال عربستان اینه که قراردادها رو داره دولت میبنده. مثلا فدراسیون فوتبال عربستان با پول دولت عربستان داره با این باشگاه‌ها قرارداد اینا رو تزریق میکنه تو تیم‌ها. یعنی اینا پول باشگاه نیست، پول نیمار و پول چه میدونم رونالدو و بنزما و کانته و نمیدونم الو بلو اینا رو دولت عربستان از طریق فدراسیون فوتبالشون داره میده. حتما بعد ستاره‌ها پخش شدن. این تیمایی که الان چند ستاره توش پخش شدن همشون مالکاشون احتمالاً شاهزاده‌های سعودی ان دیگه. اینا تو رأس هرم قدرت همه با هم دیگه ان، بعد برام دارن تقسیم میکنن. این بازیکن رو خریدین برای من، اون یکی برای تو. نکته‌ای هم که هست، حالا خیلی از طرفدارا میگن پیولی خودش به تنهایی این کارا رو هندل نکرد، یعنی قهرمانی میلان، حالا نتایج میلان و اینا به کمک زلاتان و مالدینی بوده و این فصل زلاتان و مالدینی نیستن و باید ببینیم که خود پیولی، شخص پیولی ببینیم چیکار میتونه بکنه. دیده بودیم دیگه اصلا زلاتان ابراهیموویچ که بازیکن اصلا طرز تفکرش نسبت به فوتبال تغییر میکرد. ابراهیموویچ خودش استاد همچین چیزاییه و پائولو مالدینی حالا علیرغم تمام مخالفتایی که در مورد نحوه مدیریتش دارم، اما یه شخصیت
خیلی کاریزماتیک بود، شخصیتی بود که حضورش توی یه تمرین به بازیکن انگیزه میده. بهترین بازیکن باشگاه توی تمرینات اومده و داره نگاهتون میکنه. مالدینی رو بذاری کنار، خب اصلا کاری به مالدینی ندارم. در مورد زلاتان یه چیزی بگم. زلاتان زمانی که اومد عکس بود از لاک پشت نینجا گذاشته بودن که اینا حالا بزرگ شدن و اینا. زلاتان یه تعداد بچه رو زیر پر و بال خودش گرفت و اون بچه‌ها الان دیگه بزرگ شدن. دیگه الان یه سری بچه‌های بالغ هستن، یه سری بچه‌های با تجربه هستن. درست الان پیولی خودش تنها هست، ولی در نظر بگیر که الان 4 تا بازیکن واقعا قدر داره. 4 تا بازیکن قدر داره که اینا واقعا هم بیشتر از 4 تا بازیکن خیلی خوب داره. الان منیان داد و بیداد که آقا این کار کن و کار کن، تو برو تو دعوا کن، ال کن، ول کن. اصلا روحیه تیمی خیلی خوبه الان توی میلان. خیلی میدونی کلی خرید شده، نه اهمیت داشته خیلی. این میدونی این انگ برچسبه که مدیریت نمیخواد پول خرج کنه، مدیریت قهرمانی براش مهم نیست، کنده شده انداخت دور. اصلا این تموم شد. وضعیت پیولی خیلی مشخصه. نتیجه بگیره قدمش رو چشم میلان هست و میمونه. اگر نتیجه نگیره مخصوصا در 15 تا بازی اول و ببینن تیم رفته تو ردای هفتم هشتم، چند تا اتفاق میفته. این که تیم روحیه‌اش از دست میده. این تیم هنوز از نظر روحی اونقدر قوی نیست که اگر رفت هفتم هشتم راحت برگرده و استرس به تیم اضافه میشه. و علاوه بر اون من بعید میدونم به پیولی فرصتی داده بشه. آیا گزینه‌ای تا هست که به نظر تو مدیریت بیارت جایگزین پیولی کنه؟ در مورد گزینه‌های مدیریت یه دو سه تا گزینه هست، حالا نمیدونم چقدر نزدیکه. یعنی اگر پیولی نتیجه نگیره، حالا اما اگر همش دیگه، اگه نتیجه نگیره، اگه قرار باشه مربی عوض بشه، کیا رو بریم؟ من مربی لئوناردو جاردین بود اسمش، تو موناکو کار میکرد، با همین مونکادا با هم دیگه کار میکردن. اون یکی از گزینه‌های اصلی میتونه باشه برای اومدن، چون که قبلا باهاش کار کرده. مونکادا شاید بیارتش توی میلان. و مربی سالزبورگ اونم احتمال داره بیاد، چون که اون تیپی مربی میپسنده، الان مدیریت اون تیپی مربی میپسنده. و آخر فصل هم شاید مثلا یه مربی بزرگی در حد چه میدونم یورگن کلوپی، مربی گردن کلوپ، شاید آخر فصل. اصلا ما از پس هزینه‌های یورگن کلوپ بر نمیاد. کلی دارم میگم اما اگر، چون که ببین ناکن سبک فوتبال، یعنی این تیم میلان خیلی نزدیک به اون تیم دورتموندی بود که بردش تا فینال. اون دورتموند هم ستاره عجیب غریبی نداشت ولی بازیکن خیلی خوبی داشت. احتمال اینکه فصل آخر یورگن کلوپ هم باشه خیلی زیاده. بعد کلا مربی هم است که چالش دوست داره. دقیقاً، یعنی دلیلی که من دارم میگم یورگن کلوپ که چالش دوست داره. مثلا آنجلوتی نیست که بگه من اورتون رو انتخاب میکنم ولی میلان رو انتخاب نمیکنم. که میگم یعنی یورگن کلوپ این مدلی نیست که بگه من اورتون رو انتخاب میکنم ولی میلان رو انتخاب نمیکنم. نه، میلان رو انتخاب میکنه. یعنی عاشق چالش. یعنی به نظر من اگر میلان یا چه میدونم یوونتوس توی یه تایمی به یورگن کلوپ پیشنهاد دادن، گزینه دیگه ای نداشته باشه، میلان انتخاب میکنه، یوونتوس انتخاب نمیکنه. من خودم خیلی دوست داشتم پوچتینو بیاد. پوچتینو آره خوبه، مربی خیلی خوبیه، ولی به نظرم به درد یه تیمی مثل میلان میخورد. من خیلی باهاش نیستم. من جاردیمو هنوز بیشتر قبول دارم. لئوناردو جاردین چون که با ستاره‌های این مدلی کار کرده، یاد به ورودی خروجی‌های تاپ 5 سری آ صحبت بکنیم که رو خریدن کیا رو نخریدن. آره بریم صحبت کنیم اول از رقیب مستقیممون اینتر چند تا از بازیکناشو از دست داد ولی خب یه چند تا بازیکن دیگه آورد. اشکرینیار رفت ولی خب به آچربی رو آوردن. به نظرم اونقدر تفاوتی نکرده. شاید اشکرینیار خیلی خوب باشه ولی آچربی هم اصلا مدافع بدی نیست. اونانا رفت ولی مثلا یان زومر رو آوردن. من واقعا به شخصه معتقدم زومر بهتر از اونانا. یان زومر توی بایر مونیخ نمیدونم چه مشکلی داشت. یعنی قبل از بایر مونیخ خیلی خوب بود، دروازه‌بان خیلی عالی بود، خیلی خوبه. بعد توی بایر مونیخ از اون بازی با سیتی بود فکر کنم یه اشتباه بد داشت که سیتی گل زد، از اون بازی دیگه اصلا نتونست خوب فوتبال بازی کنه تو بایر. یه نکته‌ای که داره اصلا خیلی باحاله، خیلی دوست دارم، اینه که از تو صورتش تو هیچی نمی‌بینی که ترسیده، عصبانیه، چیه، صورت آروم. آره یه پوکر فیس که اصلا خیلی اوکیه. این دفاع اینو میبینن یعنی یه روحیه عجیبی میگیرن. اینتر یه تیمیه که خیلی خوب دفاع میکنه. واقعا اینتر تیمیه که ساختار دفاع خیلی خوبی داره. به یه تیمی که ساختار دفاع خوبی داره معمولا باید با شوت زدن و اینا گل بزنی، مثلا این تیمو باید یه جوری غافلگیر کنی. یان زومر سلطان گرفتن شوتای یهوییه، رفلکسای ناخودآگاه. رو همین حساب من دارم میگم که یان زومر به درشون میخوره. آره. ولی خب مثلا تو تک به تک اینا نیست، سوتی میده. به نظر من یان زومر اصلا باعث ضعیف‌تر شدن اینتر نشده. ژکو رفت، بعد تورام آوردن. مارکو آرناتوویچی که آی مالدینی می‌خواست بیاره آوردن. آره. الکسیس سانچز هم آوردن همین چند وقت پیش. آره. در مورد فراتی نظرت چیه؟ مارکوس تورام بیشتر شبیه همون لاوتارو فوتبال بازی میکنه.
مثل لوکاکو نیست. مهاجمای لوکاکو مهاجمیه که مارکو آرناتوویچ مثلا یه مهاجمی که تقریبا شبیه لوکاکو اینو براش آوردن، مثل ژکو. یکی از بهترین مدافعای سری آ رو از دست دادن میلان اشکرینیار. به قول خودت آچربی آوردن، ولی آچربی چند سالشه؟ 37 سالشه، 36 37 سالشه. شاید یه معصومیتی تو طول فصل اتفاق بیفته، میتونن یه مدافع جایگزین نسبت بهش داشته باشن. در مورد فراتزی هم خیلی میدونی چیه، من با ایتالیایی‌ها خیلی نیستم، نمیدونم چرا. میگم به نظر من شاید خوب نتیجه نگیره تو ساسولو، میتونه چون که فشار رسانه خیلی کمتره روش بهتر فوتبال بازی کنه. تو اینتر شاید مثلا فشار رسانه باعث بشه که نتونه خوب فوتبال بازی کنه. اینم هست. حالا پاوارد هم دارن میارن، هم تا روز آخر وایسادن ببینن ارزون بشه، منتظرن آف بخوره تاریخ انقضاش برسه. پاوارد به قرار نبود بیاد میلان، با کیت میلان تمرین میکرد، چه میدونم میومد تو رختکن میلان با لوکاس هرناندز. نه دیگه چند روز پیش تو بایر مونیخ گل زد، خوشحالی نکرد که نشون بده میخواد بره. خیلی به اینتر نزدیکه. پاوارد خیلی بازیکن خوبیه. حالا در مورد اینتر صحبت کنیم، در مورد یکی دیگه از رقیبای مستقیممون هم بخوایم صحبت بکنیم. یوونتوس یه دونه تیموتی وها رو گرفته، یه بازیکن خیلی هم معروف نیست، فاکوندو گونزالس. خروجیاش هم لوکا پلگرینی و دیماریا و کوادرادو و بونوچی و آرتور ملو، اینا همه رفتن. بونوچی خب که حالا یه بازیکنی بود که دیگه می‌کنم دورش هم یه جورایی تموم شده. آره دیگه، اصلا دریبلی که خورد بازی می‌کرد بعد یه سری سوتی‌ها رو میداد، دریبلی که خورد از برایم دیاز، اون که اصلا فوتبالش رو تموم کرد، ندارن با خداحافظی می‌کرد. یوونتوس کسایی که رفتن واقعا باید میرفتن. این مویزکین هم تو لیست مازادشونه، خیلی هم صحبتش هست که با سالامکر تاق بزنن. سالامکرز میخوان چیکار کنن؟ نمیدونم چرا سالامکرز رو میخوان، اگر میخوانش خب خوبه بره، ولی خب مویزکین رو من خیلی در موردش چیزی ندیدم، صرفا چون که ایتالیایی بود خیلی بولدش کردن، ولی دیدم چیز عجیب غریبی نیست، چیز خاصی هم نبود مویزکین. بعد تو نگاه میکنی میبینی تمام بازیکن‌ها تو این چند فصل پیش، من واقعا فکر میکنم به خاطر حاشیه‌های حول محور باشگاه یوونتوس، اصلا تو فکر نکن فقط هوادار، بازیکن‌ها هم با الگری مشکل دارن. البته خب مثلا کیزا هم برگشته رو فرم دیگه، اون مسئولیتش تموم شده، بازی اولم بد نبود، خوب بود. در کل میگم یوونتوس بالاخره یوونتوسه. حالا این فصل یوونتوس مدعی میدونی؟ این فصلم نه، چون که الگری رو نگه داشتم، به نظر من نه، هنوز نمیشه در مورد مدعی بودن. بسیار ترسو، بدون هیچ برنامه مشخصی توی حمله. بعد تو مثلا 2 بار تیمت میره فینال لیگ قهرمانان، این مدلی تو فینال بازی میکنی، رئال مادرید نابودت میکنه. چرا باید مثل اینتر حداقل بازی کن تو فینال، خوب بازی بکن، نه اینقدر فاجعه. 2 تا فینال رفت بارسا و رئال نابودش کردن. ناپولی هست، عملا هیچ اتفاقی برای ترکیبش نیافتاده. حالا درسته که مربیش عوض شده، 11 تاش همونن، یعنی اینکه ناپولی این فصل به نظر من خیلی مدعیه هنوز. ببینیم رودی گارسیا چقدر میتونه تاثیر بذاره، ولی بازم هنوز به نظر من چون که تغییری نکرده مدعی. ناپولی تغییر نکرده، ولی یه چیز رو بهت بگم، همون تغییر مربی خیلی تاثیر داره، ولی اتفاقی که افتاده این فصل تیمای دیگه یکم قوی شدن. مثلا میلان خودش قوی تر از فصل قبله. به عنوان یه مدافع راموس الان بازیکن آزاد بگیریمش یا نه؟ راموس؟ آره. بگیرش چیکارش کنی؟ مدافع الان ما تو خط دفاع مشکل داریم. اصلا مدیریت ما سراغ پیرپاتالا نمیره. میدونم نظر خودتو میخوام بگی، بگو اصلا چیزی میلان نداره. نظر شخصی؟ آره نظر خودتو. من هیچ وقت راموس جز بازیکن مورد علاقه‌ام نبود. همیشه احترام قائلم، ولی هیچ وقت جز بازیکن مورد علاقه‌ام نبود. ببین راموس اگر اون راموس سابق بود تو همون پی اس جی میمون. ببینیم روم چیکار کرده تو فصل نقل و انتقالات. خروجیاشو جاستین کلایورت بود و روجر ایوانیز و نمانیا ماتیچ. و به نظر من این فصل روم خیلی بازیکن خوبی گرفت. پارادس هست، سانچز هست، بازیکن خیلی خوبی گرفته برای خط هافک. سردار آزمون رو خریدن. یه روزنامه ایتالیایی نوشته بودی که از بزرگترین مبارزه ها مثلا علیه حکومت ایران و چه می‌دونم که از بزرگترین مدافع حقوق زنا و تو کشوری که اصلا حرف زدن راجع به اینا همه جور بودن. ولی روم به نظر من الان خط هافکش خیلی خوب شده، یعنی یه تیمی که میجنگه برای سهمیه این فصل و خیلی میتونه خوب باشه رومه. ببین با توجه به مربی که دارن و شناختی که از مورینیو داریم و اینکه مورینیو مون نرفت و این خریدار انجام دادن، من امسال رومو یکی از مدعیای اصلی میدونم. لاتزیو هم یه دونه دایچی کامادا بازیکن خیلی معروفی بود که دایچی کامادا رو آورده و استفان رادو و رومرو هم که خودمون گرفتیمش و ساویچ، اینا خروجیاش بودن. لاتزیو به نظر من افت کرده اسکوادش نسبت به دقیقاً. ببین نگاه کامادا من قبلا در موردش نظر دادم، اینا به نظر من و به نظر خیلی‌ها یکی از تاپ 3 بهترین هافبک‌های مثلا حداقل 5 سال گذشته سری آ رو از دست دادن. به هر حال به نظر من فاکتور شانس خیلی تاثیر داشت تو کیفیت فصل قبل لاتزیو
اصلا نمیشه منکر کیفیت تیمشون شد، ولی شانس هم خیلی دخیل بود که این نتیجه رو گرفتن. ولی من حس کنم این فصل با لاتزیو فصل قبل فرق داره و ضعیف‌تر شده. از آتلانتا خیلی صحبت نمی‌کنیم، ولی آتلانتا هم تیم قدری. آره آتلانتا خروجیاش هویلند بوده و مارکو اسپورتیلو که اومده میلان، رمی بوگا، یواکیم مله یه بازیکن اوکراینی داشت، یه گل به ما هم زد. تکتلارا رو گرفته، اسکاماکا رو گرفته، التوره گرونترین بازیکن سری آ رو گرفته. سری آ التوره. آره ساد کولاسیناچو گرفته، بازیکن قبلی آرسنال. میکل بیکر رو گرفته، یه مدافع آلمانیه. آتلانتا هم بازیکنای خوبی گرفته، یعنی آتلانتا اسکوادش به نظر من قوی‌تر بگم. دقیقاً با توجه به اسکوادی که اینا این فصل بستن و هزینه‌ای که کردن، به نظر من اینا یکم خودشون رو می‌خوان به قامت یه مدعی در بیارن و بیان تو جنگ سهمیه و فکر می‌کنم که این فصل خیلی اذیت کنن تیم‌ها رو. کلاً آتلانتا همه تیم‌ها رو اذیت می‌کنه، مخصوصا تیم‌های بزرگو. نگاه کن ما الان 4 5 تا تیمو صحبت کردیم به جز میلان که حالا مثلا اینا چیکار کردن و اینا. منم خودم پیش بینیم خیلی شبیه توئه به نظر من که ناپولی و اینتر و میلان که 100% جزو سه تا هستن تو پیش بینیمو. 100%ی که اومدم استفاده کردم فکر نکنین یه فکت فقط مال آقا سهیله. بعد این سه تا جزء پارت اول هستن و سهمیه چهارم به نظرم یکی بین یوونتوس و روم هست و پای بعدی احتمالاً به آتلانتا برسه و حالا لاتزیو. من پیش بینیم اینجوریه. ولی آره به نظر من لاتزیو توی لول پایینتر از همه این تیم‌هاست. حالا تو اومدی در مورد میلان گفتی میلان مدعی میشه اگر ساختار دفاعیشو تقویت کنه. خب ما تو ساختار دفاعی خود مدیریت هم اتهام فهمیده ضعف داره، اومدن پلگرینو رو گرفتن، اون مدافع آرژانتینی 21 ساله. پلگرینو حالا به قول خودت تنها به دلیل اینکه توی آرژانتین بوده و توی فوتبال اروپا فوتبال بازی نکرده میشه بگیم که یه اندونه در بستن. یعنی یه بازیکنیه که بخوام یه طوری صحبت بکنم که حالا طرفدارم درک کنن قضیه رو. ببین سرخیو راموس یه مدلی دفاع میکنه که هجوم میبره رو بازیکن حریف، یعنی فضاها رو نمیبنده، قدرت تصمیم گیری رو از بازیکن حریف میگیره، زودتر از بازیکن مهاجم تصمیم گیری میکنه و میره با باش درگیر. یه مدل دیگه هم دفاع کردن هست، ویرجیل فندایک. حالا اینطور مثال میزنم که بهترینا تو تبک خودش. ویرجیل فندایک دقیقاً مخالف راموس کار میکنه، اون فضاها رو میبنده، جوری مثلا مهاجمو خفه میکنه اون وسط، یعنی یه گزینه‌های مهاجم از بین میبره، گزینه پاس، گزینه شوت و زدن به عمق مهاجمو. اینا از یه دو تا سبکی ان که یه مدافع اگر بتونه هر دو سبکو انجام بده یه مدافع کاملیه به نظر. و پلگرینو چون که هم سرعت خیلی بالایی داره، هم دریبلینگ خیلی خوبی داره، هم دید خیلی بالایی، یعنی دید خیلی فوق‌العاده‌ای داره. یه چند تا از هایلایت‌های بازیاشو، خلاصه بازیاشو که من می‌دیدم، یه بازیکنی هم هست که سرزن خیلی خوبیه، یعنی یه مشکل اصلی دفاع ما توی چند فصل اخیر که مشکل سرزنیه میتونه حلش بکنه. یه بازیکنی که توانایی داره توی این قسمت و بازیکنی هم هست ترسی نداره، یعنی درگیر میشه با بازیکن حریف، یعنی هر دو موردو داره، هم میتونه فضا رو ببنده چون سرعت بالایی داره، دید خیلی خوبی داره، هم میتونه با بازیکن حریف درگیر بشه، یعنی خیلی سخت دریبل میخوره. و امیدوارم که پلگرینو چون که سبکش هم به هافک دفاعی میخوره، یعنی میتونه هافک دفاعی هم بازی کنه، تو هافک دفاعی هم بازی کرده ولی میتونه هافک دفاعی هم بازی کنه. پاسای بلند خیلی خوبی هم میده، یعنی پاسای بلندش خیلی خوبن، در حد مثلا بونوچی که تو یوونتوس اون تایمی که خیلی خوب پاس بلند میداد، من حس میکنم در اون حد پاس بلند میتونه خوب بده. کیایر هم اگر دقت کنی کیایر هم اولا خیلی خوب بود تو پاسای بلند، افت کرد اوایل دیگه، الان در حد آماتورا داره دفاع میکنه کیایر، اصلا خیلی افت کرده، خیلی افت کرده. ببین در مورد سبکای دفاعی که گفتی، پلگرینو یکی از خوبیایی که داره برای اومدن به میلان، حالا جدا از تمام کیفیت فوتبالیش، پاس ایتالیایی داره. آره این که آره این اصلا یکی از دلایلی که میلان رفت دنبالش همین بود. آره حتی اصلا میتونه برای تیم ملی ایتالیا بازی کنه، چون از تو رده بزرگسالان برای تیم ملی آرژانتین بازی نکرده و بازیکنی که هنوز برای تیم ملی بزرگسالان کشوری بازی نکرده طبیعتا همه میدونن که میتونه خود اون حالا جایی که ملیتشون رو داره و یا یکی از والدینش داره میتونه برای اون تیم ملیشون بازی کنه، یعنی اصلا میتونه برای تیم ملی ایتالیا بازی کنه. واسه که دلایلی که اومد ایتالیا فکر کنم برای خودش اینه که خیلی خودش رو اثبات کنه که بتونه تیم ملی ایتالیا حالا تیم ملی آرژانتین بازی کنه، ولی تو ایتالیا خیلی خوب دیده میشه. و خب در مورد سبکای دفاعی که گفتی، ما یه سبک دفاع دیگه هم داریم خیلی جدیدتر توی فوتبال، سبک دفاع هری مگوایر. یعنی آقای هری مگوایر قدرت تصمیمی از تیم خودی میگه، هیچ هم اومد نگم ازش، بعد وقتا توپو گم میکنه، با کف پا میزنه تو صورت بازیکن خودی. نگاه ما یه پاس رو به عقب داریم، یه پاس تو دروازه داریم، پاس تو دروازه میده، پاس مهاجم میده. این مدافعی که 4 تا مدافع دیگه باید اسکورتش بکنن، یعنی احتمال هر اتفاقی موردش وجود داره. این بازیکنیه که آره یه 3-4 تا از بازیکنای خودی رو مشغول خودش میکنه. ببین حالا اینا رو که گفتیم، یه موضوع دیگه هم که این روزا خیلی توی سوشال مدیا مطرح میشه اینه که امسال اولین فصلی که چمپیونز لیگ
بدون حضور مسی و رونالدو و جونیور مسیاس برگزار میشه و واقعا فکر کنم که مردم دلشون برای همین تنگ میشه. برای اسطوره‌های چمپیونز لیگ واقعا دلشون تنگ میشه. زمان کرونیچ هم به فنرباغچه لینک شده، خیلی وقتم هست، ولی بعید میدونم بفروشنشون. پیولی خیلی دوستش داره، حق هم داره. ببین یه بازیکنی که تو همه پستی میتونه برای پیولی حد متوسطی رو ارائه بده. ببین نگاه، ما توقعم رفته بالا، توقع داریم مثلا همه ستاره باشن. ببین کرونیچ بازیکن خیلی خوب و معمولیه، خیلی مهمه. ما جایگزینی برای کرونیچ یونس موسی چقدر میتونه به عنوان جایگزینش؟ ببین یونس موسی نهایتا میتونه پست هافبک دفاعی رو پر کنه. اگر فردا پس فردا بازیکن محروم شد، بازیکن مصدوم شد، کرونیچ تمام پست‌های خط هافبک میتونه بازی کنه، چپ میتونه بازی کنه، پشت مهاجم بازی میکنه، ضربه آزاد میزنه، حتی پاش برسه تو گل هم وای میسته. یه چیزی مثل کاماوینگای رئال مادریده. یه مسابقه کرده بود پولوسیک، گفته بود که اگر به من اعتماد کنن من بهترینمو تو زمین میذارم و واقعا هم پیش‌فصل دیدیم کیفیتش خیلی خوب بود. حتی گفتیم تو پادکست قبلا، گفتیم تو اپیزود واقعا خوب بود. من یه جا توی یکی از اونها گفتم که پولوسیک یه لول از کرونیچ بهتره. من از همینجا ازت عذرخواهی میکنم. پولیسیچ که خیلی خوب بود، یعنی فراتر از انتظار. من فکرشو نمی‌کردم انقدر خوب بازی بکنه که در خدمت تیم بود، بعد اون اشتیاق اون بازی رو داشت، یعنی انگیزه خیلی زیادی داشت برای این بازی و اینو قشنگ توی فوتبال بازی کردنش می‌دیدی این انگیزه رو. این خیلی کمک کرد اینکه خیلی خوب بازی. خودش هم از جایی که هست خوشحاله. دقیقاً توی پیش‌فصل هم یکی از بازی‌ها بعد اومدیم اینجا در موردش من صحبت کردم، گفتم یکی از خوبیاش اینه که خیلی با کیفیت بازی می‌کنه، یعنی کار اضافه نمی‌کنه، قشنگ حرکت می‌کنه، استاپ می‌کنه، دریبل میزنه، پاس میده، سانتر می‌کنه، با لذت قشنگ فوتبال بازی می‌کنه. تو تیم ملی آمریکا هم خب معلومه چون دوستش دارن، چون میخوانش، مردم واقعا ازش حمایت میکنن، انقدر کیفیتش بالاتره. خب تو چلسی طبیعیه، چلسی هم خیلی حاشیه داشتم، خیلی چیز ممکنه بعد مصدوم شد، افت کرد، ولی الان توی میلان قشنگ خوشحاله. خب الانم دیده که خیلی ازش حمایت میکنن. من چند بارم گفتم توی میلان فرصت درخشش خیلی زیاده. بازیکن خیلی سن زیادی هم نداره و یعنی جای پیشرفت خیلی زیادی داره، یعنی میتونه هنوز خیلی پیشرفت کنه. ببین در مورد اویدی و سالامکرز هم پیولی صحبت کرده بود، گفته بود ببین بازیکنایی که تو تیم خوشحال نیستن نمیخوام. حرف منطقی. ببین تو نه طرفدار میخواد، طرفدار منظورم هم تو ورزشگاه هم خارج از ورزشگاه، نه بقیه بازیکن‌ها ازت دل خوشی دارن، نه مربی و کادر فنی ازت دل خوشی دارن، نه مثلا بگم تو کلا سود خاصی برای تیم داری. آقا زنبور درشت بی مروت اصل نمیده، نیشم نزن. پیشنهادی هم از رئال بتیس فکر کنم داره بره. آره اگر با مویزکین محافظش کنن، مثلا اینکه مثلا تو یه دونه پراید دادی، یه دونه مثلا تیبا گرفت. آره ولی اگر بره بتیس بهتره، مویزکین نیاد. خب ببین یه صحبت دیگه که شد در مورد حالا دستمزدای خالص و ناخالص، بازیکنایی که رفتن و بازیکنایی که اومدن، یه سری عدد و رقم دیگه دیدید که منم همش کلام تو عدد و رقمه، همیشه بعد اون عدد و رقم برای شنونده و بیننده ها داشته باشن، نداشته باشن مثلا انگار. خب به ترتیب از خروجی‌ها شروع می‌کنم. سرجینیو دست 2.8 میلیون دستمزد خالصش بوده که تموم شدهش پای میلان 5 میلیون بوده. رویت 2.5 میلیون دستمزد خالصش بوده، 4.6 میلیون هم دستمزد ناخالصش بوده که یعنی هزینه برای میلان داشته. تونالی 2.5 میلیون دستمزد خالصش بوده، 4.6 میلیون هم دستمزد ناخالصش بوده. باکایوکو 2.5 میلیون یورو دستمزد خالصش بوده و 4.6 میلیون دوباره هزینه رو دست میلان میذاشته که حالا بعد مثلا مقایسه کنیم باکایوکو دقایق بازیشو با تونالی، اینا با یه دستمزد با یه اندازه هزینه، ولی این کجا و آن کجا. چون مدلقه تو دکتلا 2.2 میلیون خالص میگرفته، 2.9 میلیون هم نزدیک 3 میلیون هم هزینه رو دست میلان میذاشته. اون فرانکس هم 1.5 میلیون خالصش بوده و ناخالصش 2 میلیون بوده. تاتاروشانو بود، اسطوره دروازه‌بانی اویاشین نسل جدید، 1.2 میلیون بنده خدا خالص میگرفت. بازی با ساسولو که 5 تا گل خوردیم، 7 تا شوت به سمت دروازه تو چارچوب بود، 5 تاش گل شد. استاد گرانقدر جونیور مسیاس عزیز 1 میلیون ناخالص میگرفته، 1.8 میلیون ناخالصش بوده. ببین در مجموع 19 میلیون هزینه‌های نتو بوده، ناخالصش 31.3 میلیون هزینه رو دست باشگاه می‌داشته. حالا بریم در مورد بازیکن‌های جدید صحبت کنیم، بازیکنایی که این فصل اومدن. خب چوکوزه 4 میلیون حقوق نتو میگیره، خالص میگیره و 5.2 میلیون ناخالصه. لوفتوچیک 4 میلیون دوباره مثل همون چوکوزه خالصشه و 5.2 میلیون. آره دقیقاً. پولیسیک هم دقیقاً مثل همونا هست، 4 میلیون خالص میگیره، 5.2 میلیون هم هزینه رو دست باشگاه میذاره. اوکافور 2.7 میلیون میگیره، 2.6 میلیون هم هزینه برای باشگاه داره. یونس موسی 2 میلیون خالص میگیره، 2.6 میلیون ناخالص. خب تیجانی 1.6 میلیون میگیره و 2 میلیون هزینه برای باشگاه داره. رومرو 800,000 تا میگیره خالص و 1.5 میلیون هم هزینه برای باشگاه داره. اسپورتیلو هم 500,000 تا میگیره و 900,000 تا ناخالص هزینه برای باشگاه داره.
حالا در مجموع پولی که باشگاه به عنوان حقوق به این بازیکن‌ها میده، با اینکه دو سه تا بازیکن تعدادش مثلا کمتره، ولی 19.6 میلیون، ولی دستمزد ناخالص و هزینه که برای باشگاه داره 4-5 میلیون کمتر شده 26.2 میلیون و این خیلی مسئله مهمیه. یعنی در مجموع ما اومدیم یه سری بازیکن با کیفیت‌تر آوردیم، حتی حقوق بیشتری نمیشه، ولی در مجموع داریم پول کمتری هزینه می‌کنیم. این نکتهش همینه. فکر کنم به خاطر این حق روش و ایناست که یه مقداری مالیاتشون کمتر شده. آره دیگه، به هر حال هم اونه، هم بعضیاشون مثلا ایتالیایی و غیر ایتالیایی بودن و این داستان همینا تاثیر آره داره. قوانین هست، تاثیر داره. یه سری قانونا هست که قانون مالیاتی خود وکیلا هم ازش در نمیارن. خب در مجموع می‌بینیم که مدیریت کاری که کرده اومده حالا یه سری حقوق بیشتر داده هر چیزی، ولی در مجموع اون هزینه‌ای رو که بازیکن‌ها رو دست باشگاه می‌ذاشتن رو کاهش داده. با این همه خریدی که کرده، نکتهش اینه که ما دستمزدی که سالانه میدیم کمتر شده، 5 میلیون کمتر شده. 5 میلیون به قول سهیل برای بعضی باشگاه چیز، ولی برای ما یه بازیکن باش می‌خریم. دقیقاً. ما ببین آره نکته همین بود. مدیریت تعداد بازیکنان خیلی زیادی خریده، به قول خودت با مجموع دستمزدی خیلی بالاتر، یعنی بالاتر خیلی که نه یه مقداری بالاتر، ولی اون هزینه کلی، یعنی در کلش رو بخوایم در نظر بگیریم هزینه کلیش خیلی کمتر شده برای مدیریت و این یه حرکت رو به جلو بوده و به نظر من توی سندهای باشگاه، سندهای مالی باشگاه خیلی تاثیر میتونه بذاره و ما راحت‌تر سریعتر رشد بکنیم و به اون مرحله برسیم. خب سویل، بریم در مورد روم صحبت کنیم. روم همیشه حریف مورد علاقه ما بوده بین تاپ 6 سری آ یا همون هفت خواهر. روم همیشه حریف مورد علاقه ما بوده، چند بارم گفتم تا حالا. ما بیشتر امتیاز رو بین تمام حالا اون هفت خواهر و چه میدونم تاپ 6 حالا هر اسمی که روش بذاری، ما همیشه بین تیم‌های بالای جدول از روم بیشتر امتیاز گرفتیم. ولی با همه این تفاصیلی که ما اینقدر در مورد روم حالا میگیم حریف مورد علاقه ما بوده، توی 26 تا بازی آخری که با روم داشتیم 8 تا برد اونا آوردن، 9 تا ما، 9 تا مساوی، یعنی آمار تقریبا برابر بوده. ولی میام 10 تا بازی گذشته رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تو 10 تا بازی گذشته 5 تا بردیم، یه دونه باختیم، 4 تا مساوی کردیم. با فصل قبل 2 تا مساوی کردیم. و این نشون میده که ما تیممون چه پیشرفتی کرده. خب در اون 26 تا هم که ببینیم مال سالای خیلی بعد ما هست. اون یه دونه بازی هم که باختیم اگه یادتون باشه اون بازیه که ژکو و زانیلو گل زدن. برای ما هم فکر کنم تو هرناندز گل زد. یه دونه حالا تازه از اون مساویایی هم که دارم میگم تو 10 تا بازی آخر، اون 3-3 هست که داوری همه کار کرد. اصلا بازی هیچ وقت از یادم نمیره. ما میتونستیم 10 تا برد پشت سر هم بیاریم. دقیقاً مال اگه یاد باشه همون فصل طلایی ما بود. ما خیلی تو اوج بودیم. روم با داوری تو مرز ما رو کشید. خیلی بد، داوری خیلی بد بود. ولی در مجموع تو 10 تا بازی آخر اگه بخوایم حسابش بکنیم ما 5 تا برد داشتیم، یه دونه باخت. ببین در مورد روم البته حالا بازیکنای خوبی هم داره، رو سردار آزمون هم که گرفتن، ولی بازی که ما جلو بولونیا انجام دادیم، میخوام یه استناد بکنم به بازی تو لیگ. حالا بازی‌های پیش فصل رو خیلی کاری نداریم چون خیلی بد بودیم تو بازی‌های پیش فصل، ولی بازی که تو لیگ ما جلو بولونیا ارائه دادیم با یک سری تغییرات توی خط دفاعی، یعنی اصلاح کردن هافک دفاعیمون، یه سری وظایف جدید به هافک دفاعی دادنه، میتونیم روم هم ببریم. یعنی چیز عجیب غریبی نیست چون دفاع روم خیلی مشکل داره. بازی با سالرنیتانا که بازی داشتن یه خلاصه بازی کوچیکی ازش دیدم، دفاعشون هنوز سر و شکلی نگرفته و خیلی تیم هنوز اونقدر، تیم روم هنوز اونقدر هماهنگ نیستن با هم دیگه و یه تایم خوبی هم بهشون خوردیم و امیدواریم که بشه از این فرصت استفاده کرد و همونجوری که خوب جلو بولونیا بازی کردیم جلو روم هم بازی بکنیم و اگر اون مدلی بازی بکنیم به نظر من نتیجه میگیریم، راحت میتونیم نتیجه بگیریم. آره ببین منم به نظرم نتیجه بگیریم. من میگم یکم به آینده این فصل میلان امیدوارم. ببین من گفتم من پیولی رو قبول دارم و حالا بازیکنایی که دوست داشته گرفتن. بازی اولم دیدیم که خوبه، حالا 4-5 تا بازی طول میکشه تا بیشتر متوجه شیم، ولی حس میکنم که یعنی یه حس مثبتی دارم نسبتش. امیدوارم که اوکی بشه. آره منم حالا بازی پیش فصل که دیدم عملا ناامید شده بودم از فصل دیگه. گفتم که سهمیه هم بگیریم کار خیلی بزرگی کردیم، ولی بازی با بولونیا نشون داد که نه، تو لیگ ما یه ذره متفاوت‌تر فوتبال بازی می‌کنیم. یه نکته دیگه هم هست که ما باید تو 3 تا جبهه بجنگیم. الان لیگ قهرمانان هست، جام حذفی هست و سری آ هم هست. باید ببینیم اونجا چجوری نتیجه می‌گیریم. وقتی که هر 3 روز یک بار باید فوتبال بازی بکنیم، آیا معصومیت داریم نداریم، پیولی از چه ترکیبی استفاده می‌کنه، 11 رو میشونه رو نیمکت، 11 بازیکن جدید میاره مثل فصل قبل. باید ببینیم دیگه، حالا اونجا بیشتر عیارش مشخص میشه که ما چند مرده هم داریم. خب
یه قسمت دیگه هم تقریبا تموم شد. حالا میگم تقریبا که من میخوام چند دقیقه وقتتون رو بگیرم. از اینجا به بعد بحثم فوتبالی نیست. حالا اگه کسی دوست نداره میتونه گوش نده. من از قبلش بگم یه 2-3 دقیقه هم چند تا مطلب رو بیان کنم. ببینید دوستان، همه کسایی که پادکست ما رو میبینن یا گوش میدن یا به هر طریق ما در ارتباطن، میدونین که حالا من، سهیل و حالا میلادی که تو رأس کار هست و سایت رو با اون تیم خوبش دارن سالهاست میگردن، از اینکه 14-15 سال این سایت رو دارن، بدون ذره چشم داشت مالی یا بدون یک ریال سود، واقعا میگم یک ریال هم تا حالشون از این مجموعه‌ای که داره سودی نکرده. به هر حال چه میلاد، چه من، چه سهیل و هر کس دیگه‌ای که اینجا داره پادکست رو میبینه، ما هممون یه تیم هستیم. ما هممون یه اجتماع خیلی کوچیک از طرفدارای فوتبال هستیم که حالا طرفدار باشگاه میلان هستیم. هممون مشکلات شخصی خودمون رو تو زندگی داریم. هممون روزای شلوغی داریم. هممون بالاخره درگیر حالا روزمرگی‌های زندگی و تمام مشکلاتی که این روزا زندگی داره، مخصوصا برای ما ایرانی‌ها. هممون بالاخره اون مشغله‌ها رو داریم. ولی چیزی که هست اینه که ما هممون حداقل هفته چند ساعت وقت می‌ذاریم که در مورد فوتبال، که علاقه مشترک بین هممون هست و بین خیلی از مردم دنیا، صحبت کنیم. و هدف فوتبال همین بود. حالا از قضا ما هممون طرفدار میلان هستیم و اینجا در مورد میلان بیشتر از بقیه تیم‌ها صحبت می‌کنیم. سخته بچه‌ها، واقعا سخته که مثلا برای یکی مثل من بعضی روزا 13 ساعت کار میکنم، یا مثلا در مورد مثلا میلاد میدونم که مثلا علاوه بر حالا کارهای خودش، واقعا برای هر یه دونه اپیزودی که شما توی 1 ساعت میبینیش، 1 ساعت گوشش میدید، به جرئت میتونم بگم بالا 17-18 ساعت وقت مفید میذاره. واقعا عدد خیلی زیادیه. شما حساب بکنید با تمام این فشارهای زندگی که داری، 17-18 ساعت وقت که یه دونه اپیزود، اصلا سایت تازه به کنار. خب میدونین تنها چیزی که این وسط به ما انگیزه میده اینه که شما راضی باشید، اینه که بیننده های ما لذت ببرن از اون 1 ساعت برنامه. یعنی هر کامنتی که من میام میخونم، دیدید که من اکثر کامنت ها رو میام جواب میدم، دونه به دونه رو جواب میدم. دیدم که بعضن گفتید لطف دارید به ما، گفتید که سطح پادکست خیلی بالاتر از پادکست معمولیه، تولید محتوایی که داره میشه خیلی خوبه. این رضایتی که شما از این پادکست دارید، خب یه انگیزه مضاعف به من میده که من هر اتفاقی تو طول هفته برام بیفته، هر چقدرم کار داشته باشم، این چند ساعتی که وقت میذاریم برای پادکست رو هرگز یعنی هیچ خدشه‌ای بهش وارد نمیکنم و سر تایم میام و اون مطالب رو میگیم و سعی میکنیم که یه قسمت مفید دیگر رو بدیم و رضایت شما از هر چیزی برام مهمتره. حالا من فقط یه خواهش از شما دارم. اینجا نه من، نه سهیل، نه میلادی که حالا شما نمیبینیدش، دودی که قرار نیست بکنیم، فقط لذت میبریم از بودن کنار شما و اینکه شما مخاطب ما هستید و ما مخاطب شما هستیم. من تنها خواهشی که ازتون دارم، وقت بذارید سابسکرایب کنید لطفا. کانال یوتیوب مشخص هست، لینکش توی سایت هست، لینکش توی اینستاگرام میلاد میذاره. حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید. اگر میتونید تا جایی که براتون مقدور هست، تمام محدودیت‌هایی که شما دارید برای مثلا دسترسی به یوتیوب و اینا رو من درک میکنم، ولی اگر براتون مقدور هست از یوتیوب ببینید. هر چقدر اون پادکست، اون برنامه‌ای که ما داریم تولید میکنیم بیشتر دیده بشه، نه فقط صرفا میلانیا، فوتبالیا، هر چقدر بیشتر دیده شه، بیشتر به ما کمک میکنه، بیشتر به ما انگیزه میده. و علاوه بر اون، صحبت‌های خارج از باشگاه میلان اگر بیاد نظراتشو به ما بگه، ما میتونیم خودمون رو ترقی بدیم و پیشرفت کنیم. این یه حسنه، هم برای شمایی که شنونده و بیننده هستی، هم برای ما که تولید کننده هستی. و این یه معامله دو سربرده. و من تنها خواهشی که از شما دارم اینه که وقت بذارید. باور کنید بیشتر از 2-3 دقیقه وقتتون نمیگیره. اگر میتونید تو سوشال مدیا تبلیغ کنید، به دوستاتون معرفی کنید. این تنها راهیه شما میتونید به ما کمک کنید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. هر نوع نظری که دارید، حتی اگر نظرتون 100% با ما مخالف است، حتما نظرتون رو بگید. مطمئن باشید ما میشنویم نظر شما رو. نصف حرفایی که اینجا من یا سهیل میزنیم نشأت گرفته از نظرات شما هست و ما میایم پشت نظرات شما صحبت میکنیم. و این تنها خواهشی که من از شما دارم. نگاه کنین، این که پادکست رو با آدمای غیر فوتبالی معرفی کنین، خب شاید یکم نظرتون عجیب باشه، ولی خود به خود همین تبلیغ‌ها باعث بیشتر دیده شدن میشه. کسایی که حالا طرفدار میلان نیستن، طرفدار یه باشگاه دیگه هستن، چه ایتالیا چه خارج از ایتالیا، اونا هم اگر بیان پادکست رو ببینن، به هر حال هم تبلیغ باشگاه ما میشه، هم بیشتر با فلسفه باشگاه ما آشنا میشن و هم ما بیشتر دیده میشیم. و بیشتر دیده شدن ما خب این اجتماع رو هی بزرگتر میکنه و هر چی اجتماع بزرگتر بشه، قطعاً و یقینا اون محتوایی که ازش میاد بیرون غنی‌تر میشه. ممنونم که تحمل میکنید این چند دقیقه رو هم گوش دادید. واقعا منت گذاشتید. لطفتون رو میرسونه اگر که تبلیغ کنید.
لطفاً تبلیغ کنید، هر جایی که تو سوشال مدیا میدونید تبلیغ این پادکست رو کنید که ما همه انگیزمون روز به روز بیشتر و روز افزون بشه. مخلص همتونم هستم و امیدوارم که هر جا هستید سالم و تندرست باشید و لذت بتونید برنامه رو گوش بدید و لذت ببرید. سهیل جان، حرفی سخنی اگر نیست؟ در تکمیل صحبتای تو میگم که آره، کامنت ها خیلی تاثیر میذاره. یعنی روند پادکست رو که میبینید در مورد موضوعی که داریم صحبت میکنیم همش نشأت گرفته از کامنت هایی که طرفدارا میذارن. خیلی تاثیر میذاره رو صحبت ما داخل پادکست. کامنت بذارین برامون، لایک و سابسکرایب هم که حتما انجام بدین، تبلیغش هم بکنید دیگه. یه پادکستی که ما داریم زحمت میکشیم، امیدواریم که این زحمت بهتر باشه برای شما. امیدوارم که هفته خیلی خوبی داشته باشین طرفدارای میلان و این پادکست هم یک ساعت خیلی خوبی رو براش درست بکنه. خدا نگهدارتون. قربونت برم میلاد جان، از تو هم تشکر میکنم. تا 2 هفته دیگه، دوشنبه 2 هفته آینده میبینمتون. خداحافظ همه. خدا